تدوینی که بدون خشونت ترس ساخت. صحنه معروف حمام در فیلم سایکو ساخته آلفرد هیچکاک یکی از تأثیرگذارترین سکانس‌های تاریخ سینماست. صحنه‌ای که همه حس می‌کنن پر از خشونت. ولی اگه دقت کنی واقعا هیچی نشون داده نمیشه. اگه دقت کنی نه چاقو بدنو زخمی میکنه، نه خون زیادی دیده میشه و نه قتل واضح نمایش داده میشه. اما با این حال همه تا امروز هنوز ازش میترسن. علتش فقط یه چیزه، اونم تدوینه. هیچکاک برای ساختن اون حس هولناک 78 برداشت مختلف گرفت، از زاویه‌های بسته دست، صورت، سایه، چاقو و پرده حمام و در نهایت با 52 کات سریع و دقیق. این برداشت‌ها کنار هم چیده شدن تا مغز مخاطب خودش صحنه قتل رو بسازه. زمان کل سکانس کمتر از 2 دقیقه است، اما تأثیری که میذاره تا مدت‌ها توی ذهن مخاطب میمونه. این سکانس یه درس مهم به ما میده. گاهی اوقات اون چیزی که نشون نمیدی خیلی قوی تر از چیزی که نشون میدی. توی این سکانس تدوین باعث شد که این ترس واقعی تر، انسانی تر و از همه مهمتر ماندگارتر بشه.